سلام و درود میگم خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی ما. کمتر کسی رو میشناسم که اهل مطالعه باشه و دارن هاردی رو نشناسه. دارن هاردی یکی از بهترین نویسنده ها و مشاوران آمریکاییه که در زمینه موفقیت فعالیت میکنه و راهکارهای بسیار خوبی برای موفقیت ارائه میده. طبق معمول همیشه به دنبال یک کلیپ انگیزشی عالی بودم که ویدیوی کوتاه دارن هاردی توجهمو به خودش جلب کرد. توی این ویدیو اون توی یک مصاحبه تلویزیونی از تجربه شخصیش توی راه رسیدن به موفقیت گفته بود. قانون 10% شاید براتون آشنا باشه، اما قانون 10% که دارن هاردی بیان کرده یک کمی با بقیه متفاوته. تا به حال به این موضوع فکر کردین که آدمای موفقی شبیه به دارن هاردی چه ویژگی هایی دارن؟ چه عاملی باعث شده تا این افراد به موفقیت، ثروت و موقعیت اجتماعی خوب برسن؟ خب بعضی از شما شاید فکر کنید که این افراد خوششانستر، پولدارتر، باهوشتر بودن، به همین دلیل هم هست که موفق شدن. اما این موضوع حقیقت نداره. بیشتر افراد موفق هوش متوسطی دارن و کودکی و نوجوانی سختی رو گذروندن. دارن هاردی خودش عنوان کرده که فرزند طلاق بوده و کودکی سختی رو تجربه کرده. پس علت واقعی موفقیت این افراد چیه؟ جوابش ساده است. اونا توی زندگی اصولی رو رعایت میکنن که بقیه نسبت به این اصول بی‌تفاوتن. اگه بخوام منظورم رو ساده تر بیان کنم، باید بگم که افراد موفق یاد گرفتن که بعضی کارهای مفید رو به صورت روزانه تکرار کنن و این کارها رو با تکرار تبدیل به عادت کردن. همین عادتهای خوب باعث میشه که اونا به موفقیت، ثروت و موقعیت اجتماعی خوب برسن. موفقیت مجموعه تلاش‌های کوچیکیه که هر روز به طور مداوم تکرار میشن. خب اینا رو گفتم تا به قانونی برسم که دارن هاردی از 18 سالگی اونها رو انجام داده و به نظر خودش این قانون تأثیر زیادی توی موفقیتش داشته و اگه امروز موفق شده تا حد زیادی مدیون این کاره. همه چیزی که شما برای پیشرفت مداوم نیاز داری قانون 10%یه که دارن هاردی انجام میده. این قانون اینه که هر سال 10% از درآمدش رو به پیشرفت و توسعه شخصیش اختصاص میده و روی پیشرفت خودش سرمایه گذاری میکنه. منظور از پیشرفت شخصی خریدن کتاب، شرکت توی سمینارها برای موفقیت و امثال این. دارن هاردی توی 18 سالگی 10% از درآمد سالیانش رو برداشت و با این پول کتاب‌های مفید و خوبی خرید. به سمینارهای موفقیت رفت و از مشاور استفاده کرد. سال بعد دارن متوجه شد که این 10% تأثیرگذار بوده و درآمد اون بیشتر شده. به همین دلیل دوباره 10% از درآمد جدیدش رو به این کار اختصاص داد و به این کار ادامه داد. هر سال درآمد دارن بیشتر شد و اون بازم به این کار ادامه داد و 10% بیشتری کنار میذاشت. دارن از 18 سالگی تا به حال این کار رو متوقف نکرده و هر سال 10% از درآمدش رو صرف پیشرفت شخصی و استفاده از بهترین مشاوران و مربیان میکنه و هر روز بیشتر از قبل اثر این کار رو توی زندگیش میبینه. اون اثر این کار رو فوق‌العاده توصیف میکنه. دارن کودکی سختی داشته، فرزند طلاق بوده و فقط یک ترم دانشگاه رفته، اما به خاطر مطالعات زیادی که داشته الان خودشو تحصیل کرده ترین آدمی میدونه که میشناسه. یادگیری مداوم حداقل شرایط لازم برای موفقیت توی هر زمینه‌ایه که در اون فعالیت میکنید. سعی کنید هر روز چیز جدیدی یاد بگیرید. رویان تریسی میگه چند درصد از آدمایی که از شرایط زندگیشون گلایه دارن یا موفقیت رو به سرنوشت و شانس ربط میدن این کار رو انجام میدن. مثلا برای پیشرفت شخصیشون هزینه میکنن، در سال چند تا کتاب میخونن، به چند تا سمینار میرن، چند ساعت به فایل‌های صوتی درباره موفقیت گوش میدن، چقدر برای یاد گرفتن مهارت‌های جدید هزینه میکنن و چند تا کتاب رو به دقت میخونن و تحلیل میکنن. فکر نکنم این افراد اصلا اعتقادی به این کارا داشته باشن. دارن میگه نه تنها صدها کتاب رو به دقت خوندم بلکه اونها رو تحلیل هم کردم و نکات مهمی به دست آوردم توی زندگی و اجراشون کردم.
زندگی دارن هاردی به ما نشون میده که موفقیت تصادفی نیست. اگه میخوای موفق بشی پس باید تلاش کنی و برای اون باید هزینه صرف کنی. خب بعضیا الان شاید گرایه کنن، بگن درآمد من انقدر پایینه که نمیتونم 10% اونو برای این کار صرف کنم، یا این که بگن من این کارا رو کردم جواب نگرفتم، سمینار رفتم، کتاب خوندم اما نتیجه‌ای نداشت. جواب این سالا واضحه. درآمد ما هر چقدر پایین باشه، اگه امسال یک قسمت اونو برای پیشرفت شخصیمون هزینه کنیم ذهنمون باز میشه و نکاتی یاد میگیریم که به ما کمک میکنه تا درآمدمون بیشتر شه. دقیقاً اتفاقی که برای دارن هاردی افتاد. هر سال درآمدش بیشتر شد و اون دوباره به این کار ادامه داد. در مورد سمینار و کتاب خوندن هم اگر شما نتیجه نگرفتید مطمئن باشین به صورت اصولی این کار رو انجام ندادید. من خودم چند ماه طول کشید تا یاد بگیرم باید سراغ چه کتاب‌هایی برم یا تو چه سمینارهایی شرکت کنم تا تأثیر مثبتی روی من داشته باشه. از طرف دیگه با یک بار یا 2 بار کتاب خوندن انتظار معجزه توی زندگیتون رو نداشته باشین. دارن و افراد موفق دیگه نه تنها صدها کتاب خوندن بلکه به دقت اونها رو بررسی کردن و کاملا فهمیدن که این کار نیاز به مداومت داره. دیر یا زود تأثیر این کار رو توی زندگیتون میبینید. از قانون 10% استفاده کنید تا معجزه اون رو توی زندگیتون ببینید. از همین حالا میتونید شروع کنید 10% از درآمدتون رو روی پیشرفت شخصیتون، بالا بردن دانش کاری یا مالی سرمایه گذاری کنید. سراغ خرید کتاب‌های با ارزش و تأثیرگذار از نویسندگان و افراد موفق مثل دارن هاردی، برایان تریسی و افراد موفق مطرح دیگه برین. با دقت کتابا رو بخونید و توی زندگیتون اجراشون کنید، یا این که درباره سمینارها تحقیق کنید و با توجه به نیازتون اونا رو انتخاب کرده و توی اونا شرکت کنید. مثلا اگر اعتماد به نفس کمی دارید از سمینارهای افزایش اعتماد به نفس کمک بگیرید. پول این سرمایه گذاری شخصی نه تنها هدر نمیره بلکه خیلی بیشتر و چشمگیرتر به سمت شما برمیگرده. این نکته هم بذارید در انتها بهتون بگم. بعضیا فکر میکنن که زندگی و درآمدی که دارن براشون کافیه و دیگه نیازی به پیشرفت ندارن، ولی اینو بدونید که اگر پیشرفت نکنید یعنی دارین پسرفت میکنید. تورم، افزایش سن، فرسودگی و مشکلات جدید اقتصادی واسه شما وای نمیستن. مادرم همیشه یک جمله رو از بچگی بهمون میگفت. اون میگه همیشه زود دیر میشه. راستم میگه، واقعا همیشه زود دیر میشه. پس برای رشدتون هزینه کنید و وقت بذارین. در انتها هم فراموش نکنید که این برنامه رو حتما با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بذارین. و در انتها بازم بهتون میگم همیشه زود دیر میشه. پیروز و موفق و سربلند باشید. خدا نگهدار.